اشتباه رایج چیدمان مبلمان منزل. من نازنین رضوی، معمار و طراح داخلی. خیلی ها فکر میکنن استفاده بیش از حد از رنگ سفید و خنثی مثل عکس‌های پینترستی مدرن و شیکه، ولی وقتی همه چیز سفید و خنثی باشه فضا رو بی‌روح و سرد میکنه و حتی فضا رو کوچیک‌تر نشون میده. نداشتن پالت رنگی مشخص. ترکیب رنگی باید از قبل طراحی بشه. مثلا 3 رنگ اصلی انتخاب بشه و طبق قانون 60-30-10 توی خونه چیدمان بشه. چیدمان مبل. اگر مبلمان ال شکل دارین باید گوشه های مبلو با گلدون یا میز پر کنید. بعضی ها مبلاشون رو به صورت قطاری میچینن و یا مبلاشون رو به دیوار میچسبونن، در صورتی که اینا اشتباهه. مبل‌ها باید از دیوار فاصله داشته باشه. مبل‌ها رو باید طوری بچینن که به یک نقطه کانونی مثل شومینه یا تلویزیون رو کنن. کوسن‌ها باید سایزهای متفاوت و رنگ‌های متفاوت داشته باشن. خود این در زیبایی مبلمانتون خیلی تاثیرگذاره. چند اشتباه رایج چیدمان مبلمان منزل. من نازنین رضوی، معمار و طراح داخلی. خیلی ها فکر میکنن استفاده بیش از حد از رنگ سفید و خنثی مثل عکس‌های پینترستی مدرن و شیکه، ولی وقتی همه چیز سفید و خنثی باشه فضا رو بی‌روح و سرد میکنه و حتی فضا رو کوچیک‌تر نشون میده. نداشتن پالت رنگی مشخص. ترکیب رنگی باید از قبل طراحی بشه. مثلا 3 رنگ اصلی انتخاب بشه و طبق قانون 60-30-10 توی خونه چیدمان بشه. چیدمان مبل. اگر مبلمان ال شکل دارین باید گوشه های مبلو با گلدون یا میز پر کنید. بعضی ها مبلاشون رو به صورت قطاری میچینن و یا مبلاشون رو به دیوار میچسبونن، در صورتی که اینا اشتباهه. مبل‌ها باید از دیوار فاصله داشته باشه. مبل‌ها رو باید طوری بچینن که به یک نقطه کانونی مثل شومینه یا تلویزیون رو کنن. کوسن‌ها باید سایزهای متفاوت و رنگ‌های متفاوت داشته باشن. خود این در زیبایی مبلمانتون خیلی تاثیرگذاره.